در تحقق یک رویا، دانشمندان بازیگران اصلی اند. کسانی که روح خودباوری را در کالبد یک ملت می‌دمند. آنان که رویش را با ابزار دانش و فناوری بشارت می‌دهند. صحنه ایفای نقش آنها امروز دانشگاه هاست. اینجا قطب آموزش صنعت هوانوردی ایران است. دانشکده‌ای پر جنب و جوش با دانشجویانی در جستجوی گنج دانش. جایی که متخصصین آینده صنعت هوانوردی زندگی در این زیست بوم را می‌آموزند. اینجا سرآغاز یک پرواز است. یک پرواز به سوی آینده و بستری برای رویش. جایی که بخش اعظمی از بازیگران صنعت هوانوردی در آن تربیت یافته و به صنعت معرفی می‌شوند. محیطی پویا، پرنشاط و علمی برای رهپویان علم و دانش. مرکز آموزش عالی هوانوردی و فرودگاهی کشور